عاقبت ای خاک جان بخشی وطن می سازمت، عاقبت ای خاک جان بخشی وطن می سازمت، گر هزاران ره شوی ویرانه و من می سازمت. خصم گر همچون شهیدان پیکرم در گور کرد، خصم گر همچون شهیدان پیکرم در گور کرد، من بیرون از گور گشته و با کفن می سازمت. جلالت مآب محترم رئیس جمهور و سرقمندان اعلای قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، حضاران گرانمایه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من اسمت الله عظیمی، افسر جوان دوره نهم اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم، به نمایندگی از افسران جوان متحد و جانفدای این دوره، تشریف آوری جلالت مآب محترم سرقمندان اعلای قوای مسلح و یکایک شما مهمانان گرامی را به محفل فارغین نهمین دور اکادمی ملی نظامی با کمال حرمت خیر مقدم میگویم. اجازه بفرمایید با اغتنام از این فرصت میخواهم پیرامون این نهاد اکادمیک علمی و نظامی حداقل مروری گذرا داشته باشم. اکادمی ملی نظامی یک کانون تحصیلات عالی نظامی در سطح کشور بوده، مهد پرورش نظامیان افغانستان است، مهدی که آینده سازان اردوی ملی افغانستان را در خود می پروراند. این اکادمی مهد پرورش دلیران و شجاعان افغان است که با شعارهای خدا، وطن، وظیفه، نو دور افسران جوان بالنده و متحد با آرمانهای ملی را به مقصد دفاع از تمامیت ارضی، نوامید ملی و وجب خاک این سرزمین در صفوف قوای مسلح تقدیم نموده است. اکادمی ملی نظامی را میتوان یک افغانستان کوچک نام نهاد، چون حضور همگانی اقوام مختلف میتواند مشت کوبنده به دهان تفرقه افغانان باشد. جلالت مآب محترم سرقمندان اعلای قوای مسلح، به محضر شما و ملت غیور افغانستان اطمینان میدهیم که اگر امنیت کشورمان در فضای بیکران شناور است، ما دل کیهان را خواهیم شکافت. بدیها و زشتیها را بر آنان برخواهیم گشتاند که خالق بدبختی هاست. زندگی یک تأویل است و خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تأویل اندیشه ها و آرمان ها. اندیشه و آرمان ما جز باز نمودن پنجره رشد و خودشگوفایی اردوی ملی چیزی دیگری نیست. اکادمی ملی نظامی به مثابه تمام نمای لایه‌های قومی و تباری همواره درس عزت و میهن پرستی را با ما آموخته و چراغ حراست و حفاظت از وجب خاک این سرزمین را در وجود ما فروزان نموده است. ما درخت مقاومت و پیروزی اردوی ملی را با خون خویشتن آبیاری خواهیم کرد. انوار امنیت و آزادی را پخش خواهیم نمود و تظلمات وحشت و خودفریختگی را از قلب دشمنان این سرزمین خواهیم زدود. پاپایی که دخل هم قطران و پا استاز توپ تاسو محترم اول قدر الاسمش او استاسو په وسیله د افغانستان غیرتی ولس ته ډاډ ورکوم چې استاسو رښتیني بچیان او د ملي نظامي اکادمي څخه د نهمې دورې فارغ شوي ځوان افسرانو په د خپلو وینو په بیه د هېواد له ګوټ څخه په میلانه او سرښندنه دفاع وکړي او نه به پرېږدي چې زمون د ګران هیواد خاوره له تروریستانو او د ګران هیواد د دښمنانو د هویت د دښمنانو زاله شي او به د دوی ټول شوم پلانونو د لوی خدای په فضل او د افغان ولس په مرسته په زله کشن او د سوکال افغانستان بیرق په نړۍ کې راپانده او هسک وساتو. در دفاعت ای وطن تا زنده ام خدمتگرم، در دفاعت ای وطن تا زنده ام خدمتگرم، اندر ره آزادگی در قلب دشمن خنجرم، اندر ره آزادگی در قلب دشمن خنجرم. زنده باد اردوی ملی، پاینده باد افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.